سلام. با هورسیس در مسیر حمل و نقل همراه باشید. امروز می‌خوایم درباره دو سیستم مهم بین‌المللی حرف بزنیم که مسیر تجارت جهانی رو سریع‌تر و ساده‌تر کردن. TIR و ATA. در دنیای تجارت، تشریفات گمرکی همیشه یکی از بزرگترین چالش‌ها بوده. اما این دو سیستم کاری کردند که کالاها بدون توقف یا پرداخت عوارض بین کشورها جابجا بشن. اول بریم سراغ TIR. TIR یعنی حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی. در این روش، کالا داخل کانتینرهای مهر و مم شده حمل میشه و با سندی به نام کارن TIR عبور میکنه. این سند مثل یه ضمانتنامه بین‌المللی عمل میکنه تا کامیون‌ها بتونن از چند کشور رد بشن بدون اینکه در هر مرز بررسی بشن. مزیتش چیه؟ کاهش هزینه، صرفه‌جویی در زمان و امنیت بالا. البته فقط مخصوص مسیرهای جاده‌ایه. حالا بریم سراغ ATA. ATA یعنی ورود موقت و برای کالاهایی استفاده میشه که موقت وارد یک کشور میشن، مثل تجهیزات نمایشگاهی، وسایل فیلمبرداری یا آثار هنری. اینجا هم سندی به نام کارن ATA داریم که نقش گذرنامه کالا رو داره و اجازه ورود موقت بدون پرداخت عوارض رو میده. فقط باید کالا بعداً به کشور مبدأ برگرده. فرقشون چیه؟ TIR برای عبور کالا از کشورهاست ولی ATA برای ورود موقت و استفاده در مقصده. یکی مخصوص مسیرهای دائمیه، اون یکی برای کارهای موقتیه. در ایران اتاق بازرگانی مسئول صدور هر دو کارن است. ممنون که با ما بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، حتما ما رو فالو کنید.